مسئله که ما در اینجا خواستیم ذکر کنیم این صفت تسبیح کردن بود که نمود اول 33 باری 33 بار کردن این تسبیح ها بود. نمود دوم 33 بار 34 بار بود. نمود سوم همه اشرا در یک حالتی 33 بار ذکر میکنید سبحان الله والحمد لله والله اکبر سبحان الله والحمد لله والله اکبر گویان. و نمود چهارم 10 باری گفتن تسبیح بود. نمود پنجم 25 باری گفتن تسبیح ها بود و نمود ششم 11 بار گفتن این ذکرها بود. بارک الله فیکم. و وقتی که این موضوع را گوش کردید و از این سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر شدید، البته شما به همه این سنت ها عمل کنید، نه تنها به یک نمودش. چرا که علما میگویند هر کسی که فقط به یک نمود این ذکر عمل میکند و دیگرانش را ترک میکند، رفته رفته گویا که این ذکر یک نمود ذکر عادت میشود و هیبتش و لذتش از دلش بیرون میشد. برای همین در بعضی حالات 11 بار